سلام علیکم، چطورید بچه ها؟ خوبید؟ احسان هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. و اینکه امروز بعد از گذشت حدوداً 7 ماه دوباره اومدیم براتون یه ویدیو بگیریم و این ویدیو مربوط میشه به گرفتن گواهینامه آلمانی. همونطور که میدونید یا شنیدید، گواهینامه آلمانی یکی از سخت‌ترین گواهینامه هاییه که حداقل تو این کشورهایی که من میشناسم جزو سخت‌ترین گواهینامه است که بخواید دریافتش بکنید، به دو دلیل. دلیل اول این که خب زبان آلمانی خیلی واقعا سخته. دلیل دوم این که هزینه خیلی بالایی داره، یعنی کسانی که از خارج از کشور، یعنی منظورم اینه که از یک کشور دیگه ای وارد آلمان میشن، خب هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنم برای گرفتن گواهینامه. چیزی حدود نرمالش، یعنی تو بهترین حالت اگر همون سری اول کلاسا و امتحانات آینامه و آزمون رانندگیش رو قبول بشید، تو بهترین حالت 2500 یورو باید هزینه بکنید برای گرفتن گواهینامه. حالا من امروز راجع به تجربه‌ای که خودم کسب کردم و شرایطی که خودم گذروندم رو برای گرفتن گواهینامه با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم به دردتون بخوره. آیا گواهینامه ایران یا کشورهای دیگه اینجا به دردمون میخوره یا نه؟ 100% بله. چون شما وقتی گواهینامه کشور دیگه میایید اینجا، تا 6 ماه بیشتر نمیتونید رانندگی کنید. 6 ماه اولی که ورود کردید به آلمان فقط میتونید با گواهینامه کشورتون میتونید اینجا رانندگی کنید. در غیر این صورت اگر 6 ماهتون بشه 7 ماه اصلا نمیتونید رانندگی کنید و اگر مأمور شما رو بگیره نه تنها جریمه میشید، بلکه از گرفتن گواهینامه آلمانی هم کلا ممنوع میشه براتون. یعنی دیگه نمیتونید گواهینامه آلمانی هم بگیرید. این از این موضوع. حالا اگر گواهینامه کشورتون رو داشته باشید، اینجا چقدر از هزینه هاتون کم میکنه. این تجربه، این صحبت هایی که دارم میگم خدمتتون، تمام تجربیاتی که خودم داشتم و دارم باهاتون به اشتراک میذارم و امیدوارم به دردتون بخوره دیگه. خب بچه من خودم گواهینامه ایران داشتم. تاریخ گواهینامه ایرانم تموم شده بود، یعنی چیزی حدود 1 سال از این تاریخ میگذره و خیلی استرس داشتم که آیا این گواهینامه من رو قبول میکنن یا نه. خب مدارک های مورد نیاز برای تبدیل این گواهینامه چیه که شما این مراحل رو شروع کنید و بتونید خیلی راحت ثبت نام کنید و هزینه هایی که برای گواهینامه میخواید پرداخت کنید قشنگ نصف میشه. اولین چیز و مهمترین چیزی که شما باید تو دستتون باشه برای اینکه هزینه های گواهینامه آلمانتون کمتر بشه، گرفتن گواهینامه ایرانه. یا اینکه گواهینامه ایران داشته باشید یا اینکه حالا یه کانکتی داشته باشید توی ایران که بتونه براتون گواهینامه رو دریافت بکنه، براتون ارسال بکنه. حالا فرقی نمیکنه از چه لحاظی. خیلی میان اینجا به صورت حتی غیر قانونی اون کارت رو جعل میکنن و یعنی گواهینامه ایران رو جعل میکنن و اینجا تحویل میدن، چون زیاد چیز مهمی نیست. این چیزی که من متوجه شدم، خیلی از دوستانم از همین طریق گواهینامه آلمانی رو گرفتن و اینو گفتم توی این ویدیو براتون به اشتراک بذارم. حالا شاید
به دردتون بخوره، بلکه خب هزینه‌تون کمتر بشه. و این که آره، مهمترین چیزی که باید داشته باشید گواهینامه ایرانه. گواهینامه ایرانتون که تو دستتونه، میرید پیش یه مترجم رسمی دادگستری توی آلمان. ایرانی زیاد هستن، توی هر شهری هست. اگر نبود برای من اینجا کامنت بذار که من شماره تلفن مترجم رسمی دادگستری رو در اختیارتون بذارم که بتونید مدارکاتون رو ترجمه کنید با قیمت خیلی مناسب. اینم حالا یه کمکه که از دست من برمیاد برای شما. امیدوارم بتونید استفاده کنید راحت. مدارک گواهینامه‌تون رو که ترجمه کردید، میرید برای مرحله بعدی تکمیل کردن مدارکتونه. حالا مدارکایی که باید تکمیل بکنید چیه؟ تست چشم تو مرحله بعدی رو باید انجام بدید که یه سری جاها رایگانه، یه سری جاها مبلغ 10 یورو بابت این تست چشم از شما پول میگیرن. این مدرک دوم. مدرک سوم کمک های اولیه است. شما باید مدرک کمک های اولیه رو توی اینجا حتما دریافت بکنی، مهرموم شده تو دست داشته باشی که بتونی بری برای مرحله بعدی. که تا اینجا 3 تا مدارکمون اوکی شد: گواهینامه، تست چشم و ارث هیلفا. خب این 3 تا کار رو که انجام دادید، میرید برای مرحله بعدی که توی فارشوله یا همون آموزشگاه رانندگی که نزدیک شهرتونه، نزدیک محل سکونتتونه، میرید ثبت نام میکنید. خیلی راحته. ثبت نامش هم مثل کلاس‌ها یا آموزشگاه های ایران نیست که همون اول یه مبلغی پرداخت بکنی. اینجا ثبت نامتون رو انجام میدین و یه شماره کارت بهتون میدن، میگن آقا اینو برای ما پرداخت بکنید این فیش رو تا کلاساتون مشخص بشه، شرایطتون، تایم امتحانتون، همه چیتون مشخص بشه. خب حالا همه اینا رو شما انجام دادید، این مدارکاتون کامل تکمیل شد، اوکی. مرحله بعدی باید ترمین بگیرید از اداره اوسلندر، همون اداره‌ای که حالا مخصوص شهر شما هستش. توی هر شهری که زندگی میکنید ترمین میگیرید، میرید اونجا. یه قسمتش هست حالا مرکز عاد آسه بهش میگن. مدارکتون رو اونجا باید تحویل بدید و مدارکتون اونجا باید تایید بشه. معمولا توی هر شهری حالا یه دفتر جداگونه داره، ولی حالا خب برای شهری که من توش زندگی میکنم، مرکز عاد آسه توی خود اداره آوسلندر هستش. یعنی کار من خیلی راحت شد دیگه. ترمین گرفتم، 3 ماه زمان برد، 3 ماه منتظر موندم. مدارکامو که تکمیل کرده بودم قشنگ گذاشتم لای پوشه، یک قطعه عکس و همراه مدارک شناسایی یا همون اسوایسی که آیدی کارت، اسوایس، پاسپورت فرقی نمیکنه، که شما رو به رسمیت بشناسن. با این مدارک میبرید توی این مرکز عاد آسه. خب بعد از اینکه این مدارک رو بردید اونجا و تحویل دادید، اون مسئولش از تمام مدارک شما یه کپی میگیره و یه سری مدارک مثل تست چشم و کمک های اولیه برای خود چیز هستش. یعنی اونا رو ور میداره، کپی نمیگیره، اونا رو ور میداره. گواهینامه و ترجمه گواهینامه رو بهتون پس میده. یک قطعه عکس هم ازتون میگیره و هزینه ای که شما اینجا باید پرداخت بکنید حدود 43 یورو خورده، 43 و نیم، حالا 43 و 70 دقیق من یادم نیست، ولی شما حداقل 50 یورو در نظر بگیرید و حتما این 50 یورو باید داخل
حساب بانکیتون، کارت بانکیتون باشه، چون نقد دریافت نمیکنن. شما باید اونجا کارت بکشید و اون رسید یا فیشی که مربوط به اسم و کارت و بانک شما هستش توی سیستم بانکیشون، توی اون سیستمشون که مربوط به ثبت نام شما ثبت بشه. یعنی اینو حتما یادتون باشه. پس شد 50 یورو حتما داخل حساب بانکیتون باید اونجا پرداخت بکنید. اینجا شما باید 2 هفته صبر بکنید تا جواب این اداره برای شما ارسال بشه از طریق یه نامه. جوابش که ارسال شد یه نامه است، توش یه QR کد نوشته شده. شما این QR کد رو اسکن میکنید و یک صفحه برای شما باز میشه. صفحه پرداخت هستش که شما باید 2 تا پرداخت انجام بدید. پرداخت اول مخصوص امتحان آیین‌نامه‌تونه، پرداخت دوم هم مخصوص امتحان شهریتون هستش. بعد از اینکه هزینه ها رو واریز کردید، شما حتما باید برید فارشوله یا همون آموزشگاهی که ثبت نام کردید، بهشون میگید که من هزینه‌مو پرداخت کردم و الان منتظرم باید چه کار بکنم. خب شما این کارا رو انجام دادید. وقتی گواهینامه ایرانیتون رو ارائه دادید، اتومات کلاس هایی که یعنی کلاس های آیین‌نامه‌تون کامل حذف میشه. شما دیگه کلاس آیین‌نامه ندارید. فقط اون هزینه پرداخت اولیه ثبت نامتونه که توی آموزشگاه باید پرداخت بکنید، همونه. قسمت بعدی که امتحانتونم معمولا تو همه شهر آلمان سه شنبه ها امتحان آیین‌نامه رو ازتون امتحان میگیرن. حالا یه سری شهرها نیاز به ترمین گرفتن داره برای امتحان، یه سری نداره، چون میگن خب شما پرداخت کردید، هزینه امتحان رو پرداخت کردید، نیازی نیست ترمین بگیرید. و اینکه هر موقع که آماده بودید میتونید بیاید و امتحانتون رو بدید. این از این. اگر امتحانتون رو قبول شدید که خیلی عالیه، میرید برای مرحله بعدی. و اینم بهتون بگم که شما اگر امتحان آیین‌نامه رو قبول بشید، حتما بین 3 تا 5 جلسه باید کلاس های آموزش رانندگی رو توی اون آموزشگاهی که ثبت نام کردید بگذرونید. داشتن گواهینامه ایران به همین دلیل به درد میخوره، چون شما باید نرمال 10 جلسه بگذرونید. هر جلسه یه چیز حدود 130 یورو هستش. ولی توی این حالت که گواهینامه ایرانتون یا حالا گواهینامه هر کشور دیگه‌ای که دارید ارائه میدید، کلاس های آموزش رانندگیتون از 10 جلسه به 5 جلسه کاهش پیدا میکنه. حالا کسانی که رانندگیشون خیلی خوبه شاید هم 3 جلسه. و اینکه کلاسای آموزش رانندگیتون که تموم شد، اون موقع میتونید برید برای امتحان رانندگی. خب بچه ها، مرسی از نگاه قشنگتون. این ویدیو هم تموم شد. اگر دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بعدی در رابطه با شرایطی که من توی آلمان گذروندم. ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون میذارم. امیدوارم توی این مسیر مهاجرت، توی این مسیری که حالا دارید، بتونم با این ویدیوها بهتون کمک کرده باشم. شاد و پیروز باشید. لایک و کامنت یادتون نره. و اینکه این پایین حتما برام بنویسید که یعنی سوالی که دارید یا هر چیزی که توی ذهنتون هست حتما برای من کامنت کنید. حتما جوابتون داده میشه.
مرسی از نگاه قشنگتون، وقت گذاشتید، ممنونم.